با عرض سلام و ارادت خدمت همه دوستان عزیز، به خصوص عزیزان تالاسمی. من دکتر مهران کریمی هستم، فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان. خواستم چند دقیقه راجع به این خبر اخیر ژندرمانی در عزیزان تالاسمی صحبت کنم. مطالعات ژندرمانی در حقیقت از فاز حیوانی شروع شد در دهه 2000 تا 2008. سالها بود که روی میمون و فاز در واقع حیوانی این ژندرمانی روی تالاسمی کار میکردن، تا اینکه در سال 2008 اولین بیمار رو در واقع شروع کردن به ژندرمانی در انسان در حقیقت، و کمپانی مختلفی در واقع درگیر شدن برای ژندرمانی در بیماران تالاسمی. این دارویی که اخیراً تصویب شده به نام زینتگلو و کمپانی بلوبرد آمریکا در واقع تولید کننده این دارو هست، مطالعاتش رو میشه گفت از 2016 تا 2017 شروع کرد. 2017 اختصاصی برای این مطالعه‌ای که الان تصویب شده و تایید سازمان غذا و دارو آمریکا رو گرفته، اولین بیمار رو در 2017 شروع کردن در این در واقع مطالعه. به نام دو تا مطالعه بود، به نام نورت استار 2 و نورت استار 3. در مجموع در یک مطالعه 18 تا بیمار، در یک مطالعه دیگه 23 بیمار، در مجموع 41 بیمار تالاسمی در این دو تا طرح شرکت کردند. و در سال 2019 بود که تونستن این داروی زینتگلو رو به صورت مارکتینگ و مجوز بگیرن که بیاد و در عزیزان تالاسمی استفاده بشه، که اخیراً این دارو مورد تایید سازمان غذا و دارو آمریکا قرار گرفته. اما این یک تاریخچه بود راجع به ژندرمانی که خواستم بدونید سالهاست دارن کار میکنن، و الان اولین کمپانی که تونست مجوز بگیره شرکت بلوبرد هست. بقیه کمپانی دیگه هم باز دارن کار میکنن. در آینده ما داره خبرهای جدیدتری هم به دستمون برسه. اما این مطالعه به چه صورتی هست؟ اساسش به چه صورتی هست؟ میان چون سوال میکنن به چه صورتی این ژندرمانی انجام میشه. این دارو برای هر کسی اختصاصی است. این نیست که هر کسی بتونه در حقیقت از یک داروی مشخص استفاده کنه، به خاطر اینکه از سلول‌های مغز استخوان خود هر فردی برای تهیه این داروی زینتگلو استفاده میکنن. به این صورت که میان یک فردی که داوطلب هست برای ژندرمانی بیمار تالاسمی رو در حقیقت انتخاب میشه، و بعد یکی از شرایط هم یادتون باشه اینی که باید حتما از نظر آهن و فرتین پایین باشه و سعی بکنیم که رسوب شدید نباشه در ارگان‌هایی مثل قلب و کبد. بنابراین عزیزان دقت کنن که باید حتما آهن‌زدا رو خیلی مرتب و منظم استفاده بکنن. و بعد میان سلول‌های مغز استخوان رو از فرد، سلول خونساز رو CD34 رو از فرد بیمار استخراج میکنن، میگیرن در محیط آزمایشگاهی، این رو مادیفای میکنن و میان ژن بتا رو، چون میدونید در تالاسمی بتا ژن بتا اشکال داره، ساخته نمیشه، میان ژن بتای سالم رو از طریق یک ناقل، یک وکتور که در این مطالعه یک کمپانی بلوبرد که تایید گرفته به نام لنتی ویروس بهش میگن، لنتیگلابولین بهش میگن، از طریق این لنتیگلابولین و لنتی وایرال میان این رسانه وکتور هست، در واقع یک ناقل و منتقل کننده ژن هست. این ژن رو داخل این به اصطلاح تزریق میکنن و این در واقع میره داخل سلول‌های بیمار تالاسمی و شروع میکنه به ساختن در واقع هموگلوبین طبیعی، چیزی که مورد نظر ما هست. بعد این سلول‌ها رو که درش دیگه ژن اصلاح شده وجود داره، میان اون فردی رو که ازش اینو گرفته بودن در واقع شیمی درمانی قوی مثل بوسولفان ساکلوفوسماب میدن که مغز استخوان خود فرد از بین بره، یه چیز شبیه به پیوند بشه در واقع. ولی در واقع معنای واقعی پیوند نیست که فکر کنیم مثلا پیوند مغز استخوان، نه، چون سلول خودش رو که اصلاح شده دوباره به خودش تزریق میکنن. و این رو یعنی وقتی که فرد شیمی درمانی شد و به اصطلاح سلول مغز استخوان خودش از بین رفت، این در واقع سلول های خود فرد رو که اصلاح کردن در قالب یک محصول، یک پروداکت که بهش میگن زینتگلو، به صورت آیوی به فرد تزریق میکنن. این سلول های اصلاح شده خود فرد بیماره، بنابراین برای زینتگلو برای هر کسی اختصاصیه، برای خودشه و میره داخل مغز استخوان شروع میکنه به تکثیر. توی این مطالعه 41 بیمار عرض کردم شرکت داشتن در ابتدا 3 ماه و بعد نهایتاً 1 سال بود. از این 41 بیماری که مطالعه کردن توی 1 سال 89% تونستن
در واقع دیگه نیاز به خون پیدا نکنن. البته نه که هموگلوبینشون طبیعی باشه، هموگلوبین 8 9 10 متفاوت بوده، ولی در حدود 89% دیگه ترانسفیوژن دیگه نداشتن، تزریق خون نداشتن. این در حقیقت این مطالعه از نظر عوارض این سینتگلو خب اختلالات مثلا التهاب مخاط بوده، تب بوده، نوتروپنیا بوده، اسهال، استفراغ بوده، ولی یکی از مهمترین مسائلی که توی این مطالعه مطرح هست اینکه امکان ایجاد سرطان وجود داره، ولی توی این 41 بیمار هیچ گونه توی این 2 سالی که مطالعه انجام شده هیچ گونه سرطانی توی این بیماران تالاسمی گزارش نشده. ولی طبق در واقع تاییدیه که وزارت در واقع سازمان غذا و دارو آمریکا FDA داده، میگه این بیمارانی که تحت درمان با زینتیکلو قرار میگیرن تا 15 سال باید تحت نظر باشن که از نظر خطر سرطان بررسی باید بشن. امیدوارم توضیحات من در این چند دقیقه مفید واقع باشه، ولی یک تحول بزرگی است، خبر خیلی خوبیه. امیدوارم که خبرهای بهتری